السلام مهيمنا. صدر پا دیگه او هم برابری صدر پا ماه میشه نمیشه. دین روز 70 روپا کار کردیم، 70 روپا هم 20 عزیز کرای موتر دادیم، 20 هم عزیز کرای موتر دادیم، 40 روپا اکسی. هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا، إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا. إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا. سرآغاز هر نامه نام خداست که به نام او نامه یک سر خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نخست حمد و ثنا و صفت پروردگار هر دو عالم را به جا می آوریم. من بعد ما هم فعالیت های خویش را از طریق یوتیوب چینل آذان با کمک مالی و جسمانی محمد امین صالحی، منصور صالحی سرآغاز می نماییم. بنده حمیدالله پوپلزای گوینده برنامه همچنان در یکی از ارگان‌های صحی من حیث مدیر لوجستیک ایفای وظیفه می نمایم و کامرامین ما محمد سهیل زاهد در خدمت شما وطنان عزیز قرار داریم. دوستای عزیز، ما هم آمدیم به نوبه خویش حال و احوال هموطنان عزیز خود را جویا شویم و ببینیم که هموطنان ما در این شرایط وضعیت بد اقتصادی چگونه زندگیشان را به سر میبرند. خواستیم یک مصاحبه، یک گزارش کوتاهی از شهر کابل با شما شریک بسازیم. دوستای عزیز، قسمی که ما شما در جریان هستیم، شرایط بد اقتصادی و اجتماعی دامنگیر تمام جامعه ما است. ما هم خواستیم با یک تعداد از هموطنان ما مصاحبه کوتاهی داشته باشیم. امیدوار هستیم که ما را تا آخر برنامه همراهی کنین و بیننده ما باشین. سلام مهيمنا هي امتي ترنو السنا تحكي سلام. سلام علیکم آجی صاحب. آجی صاحب خوب هستین؟ بخیر؟ صحت شما خوب؟ صبح شما بخیر آجی صاحب. چطور کاروبار آجی صاحب؟ خدا را شکر کاروبار که برادر کاروبار نیست. اصلا وکی فتر آمدیم تا بار 20 روپا کار کردیم. بیا خداوند مهربان است آجی صاحب. چند بجه به کار آمدی آجی صاحب؟ چند بجه؟ فقط 7 بجه نمیده در کار آمدیم. خانه ما این طرف چوک است. صبحکی میایم شام میرم کاروبار می باز روزا 100 روپا، باز روزا 80 روپا، باز روزا هیچ دیگه میرم. امید پروردگار زندگی نمیجه. بیا خداوند پاک مهربان است آجی صاحب. الله پاک سر کل ما شما رحم بکنه. آجی صاحب در فامیل چند نفر هستین؟ در فامیل فعلا 6 نفر هستیم. 6 نفر تفلکای خورد از دیگه خودم هستم، خانم مسئله سه تا تفلکای از دیگه. آخه بسیار خوب. تفلکای مکتب میروی سر؟ بله، یک توی صنف اول است، یک توی صنف سه است، یک توی در خانه است. چند عاید دارین آجی صاحب روزانه؟ 100 روپا دیگه او هم برابری 100 روپا ماه میشه نمیشه. دین روز 70 روپا کار کردیم، 70 روپا هم 20 عزیز کرای موتر دادیم، 20 هم عزیز کرای موتر دادیم، 40 روپا اکسی روپا هم یک نان چای خوردیم. باز روزا هیچ کم گوشت نستیم نمیشه میشنیم. امید پروردگار خانه مون کرایی است. خداوند پاک مهربان است آجی صاحب. وقت سخت است زندگی و شرایط بد اقتصادی وقت درکتان میکنیم، سخت میگذره. حاجی صاحب باز در فامیل دخترکایت بچه‌کای خودت کار نمیکنه؟ نه در خانه هستن، غیر که نان بخورن و مکتب برن و پیسه قلم کتابچه را بگیرن دیگه کدامای دیگه نیست. خواه آقای صاحب، بازی مصرفی که شما گفتین 100 که دینا روز گفتین ما 70 افغانی کار کردیم، 70 افغانی که شما کار میکنین اونم نیمش در کرای موتر شما میره. بازی خرچ و خوراک زندگیتان، مصارف زندگیتان بس میکنه نمیکنه؟ نه برادر قندی نروزم میگه این برادرای دیگه هم شاید است. یک کسی آمد مثل خودتون آدم خوب بود، یک چند دانه نان برای ما همیشه توزیع کرد. خداوند خیر بده هر کسی که کمک همکاری میکنه همراه هموطنان ما، خداوند اجر و حسناتش حساب بکنه. باز دیگه از وضعیت کارت بگو، راضی هستی؟ کار و بار مثلا میشه نمیشه ازی میشه بر ما بگو. والا زندگی خود راضی هستم، از خدای خود راضی هستم، شکر که الحمدلله مسلمان هستم. از کار و بار خود راضی نیستم دیگه، کدام کار نیست دیگه، کدام بار نیست دیگه. و بعضم از است مجبورین همی کار خدا میکنم، مریض هم هستم.
بس وجود ما خارج هر چی تداوتی کردن دام زبان کلش میشه. خب مریض هستیم، چه قسم تکلیف است آقای صاحب میبخشید؟ داخل است که دان و زبان میشه بس وجود نمیتونه خارج هر چی تداوتی هم میکنیم برابر بس توان خوبم نشد. تا حالا پیش دکتر مراجعه کردین؟ دکتر صاحبا رو دیدین چیز گفتن؟ دفعه اندروسکوپی هم کردیم دیگه دوا داد فایده نمیکنه. یا خداوند شفای عاجل و کامل براتون نصیب بکنه. خداوند مهربان است ان شاء الله. خب حاجی صاحب چای صبح خوردی نخوردی؟ تا فعلا نخوردیم. چای صبح تا فعلا نخوردیم. یک کسی تیپ کنید یک دانه نان داد دیگه چای مایم دیگه امروز جمعه سماوات ما کم است نخوردیم. بیا خداوند رحم کنه. دوستای عزیز وقت وضعیت دوستای وطنان ما را که میبینیم وقت آدم متاثر میشن. وقت حالت بد اقتصادی که مملکت ما را فراگیر است، این مسئولیت همه هموطنان ما است، همه دوستای ما است که سهم شوند در همکاری با هموطنان بی بضاعت ما و حد توان خود همکاری و کمک برشان بکنه. حاجی صاحب ما میخوایم یک بار اگر اجازه شما باشه از نزدیک خانه تان ببینیم، یک بار بریم امرایتان اونجا چیزی دوستای ما همکاری کردن، برادرای مسلمان ما کمک کردن، اون کمک برای شما بگیریم و خانه تان برسانیم و خانه تان هم از نزدیک یک بار ببینیم. میشه خوب گپ است. ان شاء الله ما شما خیر میریم در خانه میشینیم، چیزی کمک را که هموطنای ما کرده او را هم به شما میرسانیم و همچنان از وضعیت مریضیتان مفصل اوجا گپ خود زدیم ببینیم که اگر امکان تداوی باشه و ان شاء الله تداویتان کنیم و کمکای دیگه مگر هموطنان ما سهم شوند ان شاء الله او را برای شما برسانیم. دوستای عزیز و هموطنان گرامی، فعلا آمدیم در دکان تا با حاجی صاحب مواد اولیه خوراکیشان را تهیه کنیم. ان شاء الله که حاجی صاحب ما شما بخیر آمدیم، میریم میبینیم قیمتا را و دکان چی چیزا ضرورت است ان شاء الله خریداری کنیم. ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا عهد تألقها هنا نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا السلام مهيمنا هي. دوستای عزیز فعلا ما در پیش خانه حاجی صاحب فضل الله آمدیم. امروز حاجی صاحب فضل الله میریم یک چند دقیقه درد دلشان میشنیم در خانه و امروزشان گپ های خود داشتیم. حاجی صاحب بخیر باشین. تشکر. سلامت. بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدو. دوستای عزیز قسمی که شما دیدین برنامه ما را که ما امروز حاجی صاحب از آمدیم در سودای خانه را خریدیم و ضروریات اولیه فامیلشان که چیز ضرورت بود در توان ما او را برشان تهیه کردیم. دوستای عزیز حالا می‌خوایم امروز حاجی صاحب مصاحبه کوتاهی داشته باشیم و از وضعیت زندگیشان آگاه شیم. حاجی صاحب محترم گفتن که خانه کرایی است. اینجا ماهانه چند کرایه میتین؟ بله بسیار خوش آمده خانه غریبانه ما اولی دیگه کرایه از اضافه است 6000 پس فعلا 2500 کت یک خانه است و یک خانه دیگه تسلیم ما است که ما کرایه‌اش میپردازم. ماهانه 2500 افغانی کرایه خانه میتین. باز گفتین برق هم ندارین دیگه؟ برق هم نداره، سایپ هم نداره. از مسجد میریم برق از سولر یک بیتیس خونه از همین شب استفاده میکنیم.
وقت سخت است آقای صاحب. قسمی که شما برای ما گفتین که ما روزانه 70 افغانی الی 100 افغانی عاید دارم و ماهانه 2,500 افغانی کرایه خانه هم میتین و مصارف اولادا و طفلا هم است به دوش شما. وقت سخت است، خداوند نمی ما شما را کمک بکنه. حاجی صاحب باز شب چند بجه از کار مین به خانه؟ صبحکی 7 بجه میرم طرف کار، نماز خوانده خفتن به خاطر یک لقمه نان که کار و بار شب باز روز کار میشه، باز روزا شبا گشنه سیم دل میخونه غیر بدن دل ما پروردگار را برسه. کار و بار نیست، غریبی نیست، 100 روپه 500 70 80 باز روز هیچ نمیشه دیگه. واقعا دوستای عزیز، هر انسان قلبش به درد می و وضعیت هموطنای ما را که ببینیم واقعا تحملش سخت است. خداوند همه ما شما را کمک بکنه. حاجی صاحب دخترکت هست؟ بله یا زینب جان دخترم است. ماشاءالله. اسمت زینب جان؟ اسم خود زینب است؟ زینب جان ماشاءالله. مکتب میری زینب جان؟ بله. صنف چند هستی؟ اول. ماشاءالله. چندم نمره هستی زینب جان؟ دوم نمره. ماشاءالله ماشاءالله. حاجی صاحب خداوند شما را خیر بده که با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی که از باز هم متوجه تعلیم اولادا هستین دیگه، خداوند شما را کمک کنه که اما تو به تعلیم درست و تحصیل درست اینا را کلان کنین. آینده وطن ما دست می طفلا است. خداوند آینده روشن نصیبشان بکنه. حاجی صاحب گفتن مریض هم هستین، گفتن تکلیف دارین؟ چند سال شده کمی دان و زبانم وجودم به سمت خارج میکنه، تداوتی هم کردیم برابر واسه توان. بعضی وقت از همین کل چیزا پرهیز هستم، از گوشت و مرچ، از ترشی چیزا دیگه. تو زمینه برای ما مسائل نمیشه که ما پرهیزانه بخوریم. خب مقصد زورشی ما برکت هم نیست دیگه، برابر از توان تداوی هم کردیم دیگه. نمیشه پاخانه دولتی مراجعه میکنیم، نقصه میتاکک میگره، باز دیگه دوایش اضافه میکنه، پیسه نیست دیگه. مقصد مجبور هستیم دیگه. سردردی هم دارم، وجودم هم خارج میکنه، دان زبان بسر گلون در خارج است. قبلا گفتن آقای صاحب که من اندوسکوپی کردم، باز اندوسکوپی کدام چیز تشخیص شد یا نشد آقای صاحب؟ نه فایده نکرد. باز دکتر گفت باز مراجعه کنه، باز دیگه دوباره مراجعه نکردیم برای دکتر، چون پیسه از اضافه میشد، با خاطر ناتوانی هم پیسه نرفتیم دیگه. خب بیا خداوند شفای عاجل برتان نصیب کنه آقای صاحب. باز غیر از خودتان کس دیگه در کارگر در خانه نداریم؟ نه غیر خداوند پاک روزی رسانه داریم. 6-7 نفری که میبینی خداست، ما خودم مسئول نیست. کرای خانم با دوش ماست دیگه، خرچه برچه اولادا و جورش ناجورش مریضیش با دوش خودم است. آقای صاحب بعضی وقتا باز وطنهای ما مسلمان ها، برادرای مسلمان، خواهرای مسلمان تا داخل از کشور یا در خارج از کشور همراه شما کمک و همکاری کردن یا میکنن؟ برای فعلا دیگه نیدم. یک ماه روزی هم از طریق مجد کدام کسی در خارج برای ما اکثر 3,000 افغانی داد دیگه. تا بالا کسی نام مارم نگرفت. هرچی کس میرم برای وکیل کوچه برای نماینده مراجعه میکنم، میگه شما برای نوبت تا نیست. تو کسایی است که در دوره که میاد یک کارت 3,500 3,600 که میده، در دوره اون مردم ها را میبینیم، همسایه ما میگره، مگم برای ما نمیرسه. بله دوستای عزیز، خداوند بر همه ما شما رحم بکنه و ما شما را توفیق بده تا دست هموطنان خود در حالات بد اقتصادی بگیریم و لبخند به لبای هموطنان خود شویم و طفلکای نازنین را که میبینیم دوستای عزیز، اینا هم آینده وطن ما و شما، آینده همگی ما و شما را اینا به دست دارن و سبب از این شویم تا لبخند به لبای کودکای نازنین شویم و سبب تحصیلشان و تعلیمشان شویم تا شرایط بد اقتصادی اینا از درس و تعلیم و تحصیل نمانند و ما یاری و کمکی که در توان خود داریم اینا را دریغ نکنیم و در توان ما چیزی که هست برشان برسانیم. سالت دلنا قرآننا نور لنا
على الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام. بیننده های عزیز، حالا میخوایم امرای زینب جان یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم و بشنویم که زینب جان چی گفتنی داره و از گفتنیش بشنویم. زینب جان، خودت گفتی که ما صنف 2 مکتب هستم، اول نمره هستی نه؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. زینب جان، بخیر که بزرگ شدی، میخوایی که بخیر پانتون بخونی، باز چی شوی؟ بخیر معلم شوی، دکتر شوی، چی؟ دکتر. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین زینب جان، بخیر مکتب خلاص کردی و خداوند پاک بخیر کنه که مکتبای دخترها هم باز شود، دروازه های مکتب برای دخترها باز شود و تا بتانن مصدر خدمت به جامعهشان شوند. حاجی صاحب محترم، شما چی پیام به هموطنای ما، به برادرها و مسلمانای خواهرای ما که در خارج از کشور هستند یا در داخل از کشور از لحاظ مالی توانایی خوبتر دارند، چی پیام برای اونا دارین؟ یک سلام برای کلشان برسه، چی در داخل کشور است چی در خارج کشور است. از خدا میخوایم، از دولت مردم میخوایم که دست فقیرا را مسکینا را اردم شهیدا را بگیره که ما کمک کنن که ما مقصد از فقر و بیچارگی برای خداوند همه گیر توفیق بده که دست مسلمان ها و نیازمندا را بگیرن. فقر گدایی نیست، فقر کاسه چشمی است که گدایی را میبیند و کار نمی کند. دوستان نهایت عزیز و بیننده های محترم، در قسمت اخیر برنامه قرار داریم. از تک تک شما دوستان عزیز تشکری میکنیم، از دوستان ما که در خارج از کشور هستند و در داخل از کشور قرار دارند و همکاری به نیازمندان نمودن تشکری خاص میکنیم و خداوند اجر و پاداش دارین را نصیبشان بکند. دوستای عزیز و گرانقدر، در شرایط بد اقتصادی که ما قرار داریم، همچون هموطنان ما نیاز به این دارد چون دستشان را بگیریم و یاریشان بکنیم و تا سبب ادامه تحصیل و تعلیم همچون اطفال نازنین باشیم و لبخند بر لبان همچون اطفال نازنین شیم. دوستان عزیز، در قسمت اخیری برنامه قرار داریم، شما را به الله پاک میسپاریم و از حاجی صاحب اجازه میگیریم اگر اجازه باشه از خدمتشان بریم. حاجی صاحب به ما اجازه است. تشکر حاجی صاحب، بخیر باشین، سلامت باشین، خیر باشین حاجی صاحب. تشکر. زنده باشه، در خدا باشه. شما هم قدم رنجه فرموده از ما دیدن که خدای پاک شما را با آرام زنده داشته باشه. تشکر حاجی صاحب. به اجازه شما، به اجازه تو. هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا